هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما سجده تلاوت. در 14 جای قرآن مجید آیت سجده وجود دارد. در قرآن کریم 14 آیت است که با تلاوت هر یکی آن سجده واجب می‌گردد. این سجده را سجده تلاوت می‌گویند. این طلبات بر آنهایی که هنگام تلاوت قرآن کریم این آیت را گوش می‌کنند و آنهایی که این آیت را می‌خوانند نیز واجب می‌گردد. سجده تلاوت عمل است که به عبادت الله تعالی منسوب میباشد. با لفظ سجده نشانه گذاری شده است. شخصانی که این آیت های سجده را میخوانند و یا میشنوند بر او سجده واجب میگردد. روش سجده تلاوت چنین است: پس از خواندن یا شنیدن آیت سجده رو به قبله ایستاده این گونه نیت میکند. نیت سجده تلاوت چنین است: نویت ان اسجد سجده تلاوت متوجها الی الکعبه خالصا لله تعالی، الله اکبر. این را میگوید و یک سجده کرده در آن 3 یا 5 یا 7 بار سبحان ربی الاعلی میگوید. سپس الله اکبر گفته سر از سجده میبردارد و این دعا را میخواند: سجدة للرحمن و آمنت برحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی سجده کردم برای خدای بخشاینده و به او ایمان آوردم. ای ذات بخشنده، گناهان ما را بیامرز. شنیدیم و اطاعت کردیم، مغفرت تو را میخواهیم و بازگشت به سوی توست. در سجده تلاوت قرائت، تشهد و سلام وجود ندارد. سجده تلاوت به هر یک فرد نمازگزار حکم گردیده است. زنان باشند در وقت حیض و نفاس سجده تلاوت را به جای نمی آورند. ترتیب به جای آوردن سجده تلاوت در نماز: یکم، اگر بعد از آیت‌های دورای سجده تلاوتی نیت ادامه خواندن قرآن را داشته باشد، بیشتر از 3 آیت باشد، پس از انجام این آیت‌ها فوراً سجده یک رکعته تلاوت کرده می شود. بعدا نمازگزار به حالت قیام برای خواندن قرآن برمیگردد. دوم، اگر چنین آیت آخرین به شما رود یا که بعد از آن 3 آیت دیگر یا کمتر از آن خوانده شود، در این صورت سجده تلاوت نکرده نماز را مثل هر وقت ادامه می‌دهد. سیوم، اگر آیت سجده در نماز خوانده شده باشد و آن را کسی از بیرون از نماز باشد و شنود، او باید سجده تلاوت کند. کسی که این آیت را در داخل نماز از شخص بیرون از نماز شنود، بعد اتمام نماز باید سجده تلاوت را انجام دهد. چهارم، هر کسی که این آیت سجده را در نماز میخواند، سجده تلاوت را در نماز به جا می آورد. بیرون از نماز این سجده را خواند نمی کند. پنجم، اگر امام در نماز آیت سجده را خواند، خود او و پس از او یعنی مقتدیان نیز سجده تلاوت می کنند. ترتیب به جا آوردن سجده تلاوت بیرون از نماز: یکم، سجده تلاوت را در حالت وضو به جا آورده می شود. دوم، با سر عورت روی به طرف قبله ایستاده نیت سجده تلاوت را می کند. سیوم، دستها را نبرداشته الله اکبر می گوید و سجده نموده سبحان ربی الاعلی 3 مرتبه می خواند. چهارم، الله اکبر گفته راست می خیزد و مستحب است که بگوید غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی پروردگار آمرزش تو را می طلبیم و به سوی تو برمیگردیم. پنجم، سجده تلاوت 1 مرتبه به ادای سلام گذاشته می شود. آیت های قرآن که سجده تلاوت دارند: یکم، سوره اعراف آخر آیت 206. دوم، سوره رعد آخر آیت 45. سیوم، سوره نمل آخر آیت 19. چهارم، سوره اسرا آخر آیت 107. پنجم، سوره مریم آخر آیت 57. ششم، سوره حج آخر آیت 18. هفتم، سوره فرقان آخر آیت 60. هشتم، سوره نحل آخر آیت 25. نهم، سوره سجده آخر آیت 15. دهم، سوره سود آخر آیت 24. یازدهم، سوره فصیلت آخر آیت 37. دوازدهم، سوره نجم آخر آیت 62. سیزدهم، سوره انشقاق آخر آیت 21. چهاردهم، سوره علق آخر آیت 19.
намози таҳаҷҷуд дар дили шаб ё қисмати охири шаб аз 4 ракат то 12 ракат ба нияти нафл гузаронида мешавад. равиши гузарондани намози таҳаҷҷуд мисли намозҳои маъмулӣ буда 2 ракатӣ ё 4 ракатӣ гузошта мешавад, аммо 2 ракатӣ авлотар аст, яъне беҳтару хубтар мебошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.